که الله رب العزت 100 مهربانی ها داره، 100 مهربانی ها. اگر که ما و شما یقین بدانیم که الله مهربان چگونه مهربان است، اگر چنده که غیر از شرک هزار گناهی که داشته باشیم، از رحمت الله مهربان هرگیز ما و شما ناامید نمیشیم. خداوند مهربان 100 مهربانی ها داره. یک مهربانی هاش الله رب العزت در همین دنیای دنی نازل کرد. خداوند مهربان ما دارای یک مهربانی های پروردگار زندگی داریم. ببین با واسطه یک مهربانی پروردگار با یک دیگر محبت داریم، با یک دیگر دوستی داریم، با یک دیگر رفاقت داریم، یک دیگر از براس خدا دوست می‌داریم. ما کوی انسان ها فرزندای بابای آدم یک طرف، حتی حیوان ها رو ببین، حیوان درنده و وحشی که با وجودی که وحشیگریش نسبتا به فرزندش مهربانی داره، از همین مهربانی های الله رب العزت. خداوند مهربان 99 مهربانی دیگرش الله رب العزت در روز قیامت برای روز قیامت ذخیره کرد. وقتی که بنده را که داخل آتش دوزخ شد رفتن میگیره، خداوند مهربان میبینی که مهربانیش جوش میزنه، او بنده را از آتش دوزخ برمیکشه. به این خاطر میگه 100 جرم و گناه داری، ای دل تو بگو الله، چرا از رحمت پروردگار ناامید میشی؟ ولی در حدیث میبینی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اگر میگه کافرها رحمت پروردگار رو میدونستن، یقین میکردن، هرگیز از رحمت پروردگار ناامید نمیشدن، هرگیز ناامید نمیشدن. میگه 100 افسوس، 100 حیف از رحمت پروردگار که نمیدونن، از رحمت پروردگار ناامید هستن. ببینیم به این خاطر حتی بزرگ میگه که گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، 100 بار اگر توبه شکستی بازا، این درگاه ما درگاه ناامیدی نیست، بازا بازا حرام چی کردی بازا. و یک مرتبه ما در حدیث امام بخاری میبینیم که در حدیث رسول معظم اسلام، حدیث امام بخاری است، میگه بنده که گناه میکنه بعد از گناه توبه میکنه، دست به دامن استغفار میزنه، گریبان توبه را میگیره، الله رب العزت میگه این بنده ما یقین داره که ما الله دارم که غفور و رحیم است، بخشنده گناه است، به این خاطر دست به گناه زد. خدای مهربان میگیرم با بنده را میبخش. به این خاطر برادران گرامی قدر رحمت پروردگار بی پایان است. رحمت پروردگار عظیم و شان. از رحمت پروردگار هیچ کسی ما و شما باید ناامید نباشیم. هر گناهی که داریم ما و شما، لا تیأس من رحمت الله، از رحمت پروردگار هرگز باید ما و شما چیز ناامید نشیم. خود خداوند مهربان رو ببین در سوره یکی از سوره های قرآن اشاره میکنه، یا عبادی، الله مهربان میگه در سوره غافیر ای والله علم، در سوره زمر، یا عبادی قل یا عبادی الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله غفور رحیم. خداوند مهربان میگه بندگانی من، ببین خداوند مهربان تا کدام حد سیرپوشه. بنده که میگه تو اسراف کاری کردی در جان خودت، نمیگه تو گناه کردی، الله مهربان گناه بندش میپوشونه. نمیگه تو دست به زنا زدی، نمیگه تو دست به می نوشی زدی، خداوند مهربان میپوشونه گناه بندش. بنده که تو حد گذری کردی، بنده که تو اسراف کاری کردی، خدا میگه ناامید نشه ای رحمت من پروردگار. ببین تو هرگز ناامید نشه از رحمت پروردگار. این خطاب پروردگار مهربان به یک عجم و فارس نیست، به یک عرب خاص نیست، به هر بنده که امید از رحمت پروردگار داره، نه وابسته کدام ملت، نه وابسته کدام قومیت. خداوند مهربان میگه از رحمت من پروردگار هرگز ناامید نشه، هرگز. ولی ما نص قرآنی داریم که غیر از شرک الله رب العزت همه گناه میبخشه. غیر از شرک دارم گناهی که پشت ایمان شکند، بازار تمامی بت پرستان شکند، بار گناه هم اگر به میزان سنجند، ترسم که میزان در روز حشر شکند. با وجودی همین الله مهربان میگه
و اما من خاف مقام ربی و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. هر کسی که در دنیا فکر میکنه که روز میشه ساعت میشه، در پیشگاه پروردگار من راست میستم. الله مهربان از این برنامه عمره که 70 60 و 50 برای ما در دنیا داد، از هر ساعتش الله مهربان من میپرسه. اگر بنده در این دنیا فکر کنه، دست به دامن تقوا بزنه، لجام نفس برکشه، خداوند مهربان چی میگه؟ و اما من خاف مقام ربی و نهى النفس عن الهوى. خداوند مهربان به اینه مؤکد تاکیدی بالای تاکید اشاره میکنه که فان الجنه هی المأوى. خداوند مهربان میگه در روز قیامت باششگاه ابدی او جنت المأوى است. هر کسی که از الله مهربان میترسه در دنیا تقوا بر اختیار میکنه. به این خاطر رحمت پروردگار رحمتی بی پایان است. ولی در حدیث پیامبر صلی الله در خود نص قرآنی است. ببینید که در اولی قرآن که دارای 114 سوره است، اولین سوره شروع میشه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. خداوند مهربان صاحب نعمت‌های بزرگ، اما دو وصف زیباش خداوند مهربان در اول این سوره اشاره میکنه. خدایی که صاحب مهربان و صاحب رحمت، یعنی مهربانی پروردگار و رحمتی پروردگار. و دیگه ما داریم نسبت به الله مهربان ما اعتقادی زیبا، یقین داریم که الله مهربان چی سرحد چی مقدار خداوند مهربان مهربان است نسبت به بنداش. ولی در حدیث رسول معظم اسلام میگه که در حدیث امام بخاری یک نفر قصه میکنه از مهربانی پروردگار برمی‌بیه. میگه یک نفر مسافر در بالای یک اشتر، تمام آب و نوشاکی و خوراکیش در داخل همون بارخلطای اشتر، در یک صحرا میگرده. میگه از خود اشتر پایان میشه که دم بگیرم، یک لحظه دم بگیرم استراحت کنم، خواب میکنه، میخیزه که میگه اشترش نیست، با تمام بارخلطهاش، آبش هم در داخل بارخلطه اشتر بود، خوراکیش هم نوشاکیش هم هر چی که داشت. میگه قم میگرده پایلوش سر برهنه نگاه میگیره که دیگه اشتر نمیاد و ناامید میشه. دیگه یک لحظه میگه با هم پس خواب میکنه، میخیزه اشتر در بالای سرش بعد چند قب است، هم گشنه مانده هم تشنه مانده. میگه از خرسندی بسیار نگاه میکنه طرف اشتر، طرف بارخلطش. الله مهربان از هراسی ما میشه، میگه ای الله تو بنده ما هستی، من خدای تو هستم. از خرسندی زیادی سخن زبانش بیرون میشه. میگه بنده رو بگی چی مقدار خرسند شد، الله مهربان از این کرده خداوند مهربان مهربان تر است. ولی در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که یک رسول معظم اسلام در یک قافله، در داخلشون یک زن بود. وقتی سفر میکردن، زنی که بچه گم کرده بود بچه‌ش، هر پسر بچه را که میدید فکر میکرد که فرزند خود شد. آغوش مادری قطعی آغوش میگرفت، نسبت به اون مهربانی ها میکرد. در اخیر نگاه میکرد که فرزند خودش نیست، بس رهاش میکرد. میگه در اخیر بعد چند روزه که سفر طی کردن، فرزند خودش یافت، چنان آغوش گرفت، گریه و ناله کرد. اهل اصحاب در حیرت موندن. گفتن رسول معظم اسلام که شما باوری دارین که انا همه زن فرزند خوش داخل آتش پرته؟ گفتن یا رسول الله از مهربانی های این زن ما هرگزی باوری نداریم. رسول معظم اسلام گفتن لله ارحم بعباده من هذه بولدها. گفتن الله رب العزت مهربان‌تر به بندگانش. چگونه که این زن نسبتا به فرزندش که مهربانه، از این کرده خداوند مهربان مهربان‌تره. یعنی الله مهربان نمیخواد که هیچ بندش داخل آتش دوزخ شود. ببینیم حالی برنامه‌ای که خداوند مهربان برای ما ساخته، انسان دست به یک ثواب میزنه، در برابری در نامه اعمالش 10 ثواب نوشته میشه. اگر انسان یک گناه کنه، در نامه اعمالش یک گناه نوشته میشه، یک گناه نوشته میشه. انسان که یک ثواب کرد در برابرش 10 ثواب اجر، انسان یک گناه کرد در نامه اعمالش یک گناه نوشته میشه. یعنی از اینجا به مهربانی های الله مهربان جوش میزنه که خداوند مهربان هرگز نمیخواد. ولی بزرگای ما و شما میگفتن که خدایا اگر در روز قیامت همین نامه اعمال ما رو بس با پدر ما نسبت بده، اگر ما راضی نیستیم.
این گونه که تو مهربانتر هستی نسبت به پدر و مادر ما هرگز ما راضی نیستیم. به این خاطر برادران گرامی قدر حرکت کنیم که در گرد مهربانی های الله مهربان ما و شما جمع شیم و زندگی بندگی خوب درست کنیم و از خداوند مهربان دعا خواه باشیم. خداوند مهربانی فرزنده که